عربستان سعودی از تشکیل ائتلاف کشورهای اسلامی خبر داد که هدف آن مبارزه با تروریسم است. رهبری این ائتلاف را خود عربستان سعودی بر دوش می‌گیرد و در آن 35 کشور به خصوص کشورهای عربی، ترکیه و مالزیا و پاکستان هم شامل هستند. مقامات عربستان سعودی روز 15 دکبر گفتند هدف از تشکیل ائتلاف محافظت کشورهای اسلامی از شر سازمان و گروه‌های تروریستی است که می‌خواهند با هر نام مردمان بیگناه را از بین ببرند. ایالات متحده آمریکا از این پیش از کشورهای خاورمیانه خواسته است مبارزه علیه گروه دولت اسلامی را که منطقه‌های وسیع سوریه و عراق را اشغال کردند سخت‌تر کنند. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیوی فردا حالا در عراق است و موضوع را پیگیری کرد و از طریق اسکایپ به ما پیوست. ایلیا، هدف از تشکیل ائتلاف ضد تروریستی کشورهای اسلامی تنها مبارزه با داعش است و یا گروه‌های دیگری تروریستی؟ نه، به نظر نمیرسه هدف از تشکیل این ائتلاف تنها مبارزه با گروه داعش باشه. همینطور که شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در کنفرانس خبری که برگزار کرد بعد از اعلام تشکیل ائتلاف گفت هدف تمام گروه‌هایی هستند که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و امنیت کشورهای منطقه و کشورهای عضو ائتلاف رو تهدید می‌کنند. به نظر می‌رسه هدف از تشکیل این ائتلاف مبارزه با فراتر از گروه خلافت اسلامی یا همون داعش باشه. ولی چرا در این ائتلاف ایران نیست یا دعوت نشده است؟ ببینید، چند مسئله است در ایران. یکی رقابت‌های منطقه‌ای که ایران با کشورهای عضو ائتلاف به ویژه عربستان سعودی داره. دو، گروه‌های هدف. مسئله‌ای که در تشکیل ائتلاف وجود داره مسئله مبارزه با تروریسم به شکل عام هست. ایران و کشورهای عضو ائتلاف بر سر نامیدن بعضی از گروه‌ها به نام گروه‌های تروریستی با هم اختلاف نظر دارند. از جمله اینکه بسیاری از کشورها، یا بهتر بگم بعضی از کشورهای عضو ائتلاف جدید از جمله بحرین، از جمله عربستان سعودی، حزب الله لبنان رو جزو گروه‌های تروریستی میدونن. اما خب حزب الله لبنان متحد ایران هست و گروهی هست که توسط خود جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده. یا حوثی‌ها در یمن توسط گروه‌های عضو ائتلاف جدید گروهی تروریستی شناخته میشن، اما ایران از این گروه حمایت میکنه. از سوی دیگر اگر به ترکیب ائتلاف نگاه کنیم، کشورهای سنی مذهب حضور دارند. همینطور که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت از قبل تأکید میکردیم که کشورهای سنی باید نقش بیشتری در جنگ با تروریسم ایفا کنند و این ائتلاف در همین راست است. و چه عربستان سعودی را وادار کرد که بعد از مدت‌های طولانی کشورهای اسلامی را برای تشکیل یک ائتلاف ضد تروریستی جمع کند؟ ببین، وادار کردن نیست، مجموع شرایط منطقه باعث شده که این ائتلاف شکل بگیره. یکی این که به نظر میرسه به خاطر سیاست‌های دولت کنونی آمریکا کشورهای عربی دیگه نمیخوان اون اعتمادی که قبلا به آمریکا داشتن و اتکایی که داشتن به آمریکا در مسائل منطقه‌ای رو داشته باشن. برای همین تصمیم گرفتن خودشون رأساً وارد عمل بشن. دو، احساس میکنن کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی که شاید ضعف دارن در حضور در تحولات منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، ضعف دارن در حضور در سوریه، در عراق. همه این شرایط باعث شد که این گام رو بردارن و این ائتلاف رو تشکیل بدن. همینطور که میدونید این ائتلاف مورد اعتراض ایران قرار گرفته. اگر رسانه‌های ایران رو پیگیری کنیم همه علیه این ائتلاف دارن صحبت میکنن، البته رسانه‌های رسمی رو میگم، و مصاحبه‌های انجام میدن از جمله با مسئولان شیعه عراقی که اونها این ائتلاف رو مفید نمیدونن برای جنگ با تروریسم. اخیراً هم صحبتی شده روز گذشته عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی از احتمال حضور نیروهای ویژه ائتلاف در سوریه سخن گفت. این پیشنهاد
داره بررسی میشه. خب طبیعتا حضور این نیروها به سود اپوزیسیون سوریه هست و نه به سود دولت سوریه و اون چیزی هست که نقش عربستان سعودی و متحدانش رو در سوریه میتونه بیشتر کنه و ایران و متحدانش با این مسئله مخالف هستند. و آیا این ائتلاف نیروهای مشترک خواهد داشت یا تنها تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم را هماهنگ خواهد کرد؟ این ائتلاف به نظر میرسه نیروهای مشترک خواهد داشت، چرا که یک اتاق عملیاتی برای ائتلاف در ریاض تعریف شده. وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف قرار است با هم مشورت کنند بر سر مدیریت این اتاق عملیات. البته مبارزه فکری و سیاسی با تروریسم به گفته وزیر دفاع عربستان سعودی از جمله برنامه‌های این ائتلاف هست، اما محور ائتلاف یک ائتلاف نظامی هست. تشکر. همکارم میلاد جزایری خبرنگاری رادیوی فردا از شهر اربیل عراق با ما صحبت میکرد. تشکر.